سلام، اسم من نرگسه و خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب من. تو این ویدیو میخوام بهتون یه روشی یاد بدم که لباتون رو بزرگتر از چیزی که هست نشون بدید، ولی در عین حال خیلی هم طبیعی باشه و معلوم نشه که شما لبتون واقعا اونقدر نیست. تو این روش نمیخوام که یه خط لب خیلی تیره بردارم و یه عالمه پایین بکشم و یه عالمه بالا بکشم و یه چیز غیر طبیعی بشه. یه روشیه که خیلی طبیعی و لب شما رو خیلی قشنگتر میکنه. اولین چیز اینه که شما دارید یه دونه خط سفید دور لب من میبینید که این خط رو ما هممون داریم. با مداد سفید یا هر چیز سفید دیگه ای دارید که براق نیست، اکریلیک نیست و یه سفید ماته، این مرحله رو انجام بدید. من توی پلت کانتور چربم یه رنگ سفید دارم از اون استفاده میکنم با این براش سرتخت. میام بالای این خط سفیده یه خط سفید میکشم. دور لب بالامو کامل سفید میکنم. حالا برای لب پایین فقط تا همینجا. قسمت وسطی لب رو سفید نمی کنم. این دوتا خط اینجا هم سفید می کنم. حالا شروع می کنم اینا رو بلند کردن. در حدی بلند میکنیم که یه حاله از این خطای سفید بمونه. حالا با کانتور پودری و یه دونه براش کوچولو میام این قسمتی که سفید نکردم و کانتور میکنم. این کار باعث میشه لب شما انگار انقدر بزرگی که اینجا سایه انداخته. اینجوری. انگار که اصلا خیلی اینجوریه. بعد یه ذره میام بین این دوتا کانتور میکنم. کانتوری که اینجا میزنید خیلی باید کم باشه. باید خوب بلندش کنید چون این تو نورای مختلف ممکنه کثیف شه و انگار مثلا شما سیبیل دارید. بعد از این مراحل میرم سراغ خط لب. خط لبی که انتخاب میکنیم بهتره با رژمون خیلی اختلاف رنگی نداشته باشه، در حد 1-2 درجه. میام دقیقا زیر اون خط سفیدی که کشیدم خط لبم رو میکشم. حالا اگه شما دوست دارید لباتون رو جمع‌تر و قنچه‌ای‌تر کنید، این خط رو نباید تا آخر ادامه بدید. اگه دوست دارید لباتون رو کشیده‌تر کنید، اینو باید تا آخر ادامه بدید. این موضوع بستگی به فرم لب خودتون داره.
حالا بعد از اینکه خط لبو زدم میرم سراغ روش. این روشی که من الان زدم یه ذره حالت چرب و برقی داره که من نمیخوام اون برقو داشته باشه، برای همین این کار رو انجام میدم که دارم برقش رو بگیره. بعد از اینکه روژم رو زدم میام از یه دونه روژ کم رنگ تر استفاده میکنم، یه ذره میزنم وسط لبم. من دیگه دارم همه مراحل رو بهتون میگم، میتونید یه سری بخشا رو انجام ندید. این کار باعث سایه روشنی میشه که به لب شما یه بعدی میده. یه کار دیگه هم میتونید بکنید، اینو میتونید مرحله قبل از روژم استفاده کنید. یه سری خطوط مثل این با یه خط لب تیره تر بکشین، بعد یه ذره بیاین با روژ اصلی که زدین کم رنگ ترش کنید. در حد سایه خیلی کم میخوایم بیفته. مرحله آخر اینه که باز بیام با یه دونه براش سرتر، همونی که من اول استفاده کردم. این براش خیلی خوبه داشته باشین، هم برای روژ لب خیلی به کارتون میاد، هم برای میکاپ های چشم. میام دور لبم هر جا که یه ذره روی زده بیرون رو پاک میکنم، یعنی با این کار پاک میشه یه مقدار. میبینید چقدر فرق ایجاد میکنه؟ این روژی که من الان زدم روژ کم رنگیه. برای روژای قرمز و تیره حتما باید این قسمت رو انجام بدید، چون اگه یه ذره هم این رنگ پخش شده باشه اومده باشه بیرون خیلی میکاپتون رو کثیف نشون میده. و تمام. مرسی که تا اینجا نگاه کردین. امیدوارم که این روش رو دوست داشته باشین و ازش استفاده کنین. خداحافظ.